درود شنونده های گرامی، سلسله گفتارهای خوانش بدیعی. با توجه شما رمانی کیفری دلوری میرزا در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری. آغاز گفتار سیوم. روز دیگر خاصیت بانو به خانه بچه ها رفت. زمانی که او را به شهر استالیناباد می فرستادند، مظفر شاه 3 ماهه بود. اکنون وی کلان شده بود، بچه 6 ساله. بعد صحبت با مدیر خانه بچگان، وی دادرچه‌اش را گرفته به خانه لیدیا الکساندرونا برد. آنها همراه مادر باز 2 روز دیگر ماندند و روز سیوم ناعلاج با او خیرباد گفته عازم تاجیکستان شدند. خاصیت بانو هر روز به وокزال راه آهن می آمد. ساعتها منتظر می ایستاد. پایست های وارد شهر گردیده را پیشواس می گرفت. کوکی چشمش در انتظاری کند. بالاخره 18 می سال 1944 حلیمه خان از محبس آزاد شد و به استالیناباد آمد. سال مدهش 1937 تنها فرزندان نصرت الله مقسوم ستم ندیدند، بلکه سال بلازا برای خاندان سیاستمندان فرزانه تاجیک بلا آورد. نه تنها شه ستون این خاندان ها و چنگال گیرای مصیبت گرفتار شدند، بلکه کودک در گهواره بودن است جزا گرفت. عائله شیرینشاه شاه تیمور از این معرکه مهم سیاسی به نصیب نماندند. همسر او الکساندرا میخائیلونا کسیلیووا که زن دانشمند بود و در وظایف گوناگون دولتی کار میکرد، به حبس گرفته شد. او را به شهر کیروف فرستادند. هر لحظه تحقیر میدید و زهر ظلم و شکنجه میچشید. راه نجات میجست از چنگال بلا، اما درها برایش بسته بودند. ابر ادبار سایبانی سرش بود. طالع از وی روی تافته بود. زنی بیگناه به این تحقیر و فشارها تاب ناورد و سال 1941 در محبس وفات کرد. 2 فرزند این خاندان به صاحب ماند، یتیم و بیکس. بدل جانفدایی پدر و مادر به خاطر بنیاد دولت شوروی، طفلان بیگناه از نوازش پدر و مادر محروم شدند. بالاخره خاله آنها آنتونینا کسیلیووا به سراغ یتیم بچه ها آمد. بچه های دنیا بیخبر را همراهش به شهر مسکو برد و مادروار تربیت کرده به وی رساند. زمان دیگر شد. پیشوای بلشویکان عالم یوسف استالین دنیای فانی را پدرود گفت. حال دوران یکسان نماند. شاید دعای مظلومان به گوش خداوند رسید که در مملکت پهناور شوروی دیگرگونی ها شد. اکنون عملداران میخواستند که کین خویش را از مرده وی بگیرند. محفوظگاه های او و پیروانش را تکرو کردند. پرونده های جنایی گناهکاران بیگناه از یک کنج خلوت نهانگاه پیدا شد. 1 نه 10 نه 100ها پرونده بود. رهبر نو سپارش داد که بار دیگر حجت ها آموخته شوند. زنده مانده ها هم بودند. آنهایی را که هنوز رشته عمرشان کنده نشده بود و در کشور سرد سیبیر به درغه بودند، دوباره بازپرسی کردند. مفتشان نو نرم گفتار و با ملاحظه بودند و میان آن همه پرونده ها پرونده رقمی 95-90-12 پیدا آمد. تمام حجت ها دوباره مورد بررسی قرار گرفتند. شاهدان زنده مانده به محکمه دعوت شدند. به آنها فهماندند که اگر حقیقت را بگویند کس آزارشان نمی دهد، بلکه روح مردان بیگناه خرسند می شوند
و شاهدان زار زار گیریستند و درباره بی‌عدالتی ها قصه کردند. آموزشی با دقت عیبنامه و مواد پرونده صحبت شهیدان اثبات نمود که نصرت الله مقسوم برای صداقتش به ساخت شوروی، دوست داشتن ملت خویش و تلاش به خاطر برگردانیدن حق حلال ملت تاجیک به قتل رسانیده شده بود. پرونده را آموختند و شاهدان را شنیدند و حقیقت بالای آب برآمد. سال 1957 عدالت تنتنه کرد. نام نیکی فرزانه ملت نصرت الله مقسوم در جریده بزرگان و نکونامان برقرار گردید و حلیمه خان را به مبلغ 500 سوم نفقه پولی تأمین نمودند. حتی ارزش چیز و چاره‌ای در مسکو مصادره شدهشان را برگردانیدند. فرزندانش صاحب نام و صاحب نام شدند. به پیراهه پدر قدم گذاشتند. در مکتب‌های عالی مملکت تحصیل کردند و میان را مستحکم بسته به خلق و وطن صادقانه خدمت کردند. و بزرگان دور اعتراف کردند که آغاز عصر 20 نصرت الله مقسوم و هم مسلکانش که زاده این سرزمین بودند توانستند تکیه به نشاندادهای سروران حزب کمونیست در علم دولتداری یک مکتب نو را برای سیاستمداران تاجیک تأسیس دهند. معلم پیر نقلش را اینجا قطع کرده لحظه سکوت می‌ورزد و با دست رویمال عرق پیشانیش را پاک می‌کند. دست برشی کوتاه قیچی زده می‌برد. بعد با چشمان کم نور چهره مصاحبانی خیش را نظاره می‌کند. گویا فهمیدن می‌خواهد که حکایه‌اش برای ایشان چی تأثیر کرده باشد. آنها نیز قطار وی سکوت ورزیدند. کسی یارای صدا بلند کردن ندارند. شاید هر کدام درباره روزگار مردان جانفیدا اندیشه می کرد. بعضی ها شاید به معلم پیر حسد می بردند که تاریخ دیارش و روزگار مردان جانفیدایش را اینقدر خوب می داند. او از سکوت همصحبت ها آنچی را یافت که در دل آرزو داشت و پیاله چای خنک را به دست می گیرد و به یک دم آن را نوشیده پیاله را روی دسترخوان می گذارد و بلند بلند سلفیده دوباره آواز خسته و پردردش سکونت سنگین را خللدار می کند. یک زم صدا در گلویش در می ماند و رعشه سراپای حنیفی او را تکان می دهد. از شکاف سینه‌اش صدای دردآلود با عذاب بیرون می شود. درباره نصرت الله و یاران وی قصه می کردند. آنها را سفید کردند، ولی سال پس کسی نامشان را به زبان نآورد. دوران صاحب استقلالی پیشوای ملت ما باری دیگر با حالنامه ایشان شناس شد، چون مردی داننده تاریخ کشور به خدمت‌های بزرگان بها داد. بزرگ فرموده است بزرگان را بزرگان زنده می دارند. این گپ‌ها به حکمت نیستند، چون پیشوای ملت ما بزرگ است، در دلش از بخل و حسد نشانه نیست. نام آنها را در جریده ابدیت نوشت. به بلندترین عنوان قهرمان تاجیکستان سزاوارشان دانست. مکتب و کارخانه ها را به نام ایشان گذاشت. با امر او از روزگار ایشان اثرها نوشتند تا برای آینده ها درس عبرت و تربیت باشد و لحظه فراموش ناشدنی برای خویش و تبار فرزندان نصرت الله مقسوم و شیرین شاه تیمور و تمام مردم تاجیک بهترین و سعیدترین روز 27 ایون سال 2006 بود. روز وحدت ملی
روز یگانگی مردم تاجیکستان بود و در این روز فیروز اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از منبر بلند مجلس تنتنوی بخشیده به روز وحدت ملی در ورزشگاه مرکزی شهرک قرم فرمانش را درباره دادن عنوان قهرمان تاجیکستان به نصرت الله معصوم و شیرین شاه شاه تیمور قرائت کرد. بعدتر به نام نصرت الله معصوم در شهر دوشنبه کوچه نامگذاری شد و به نام شیرین شاه شاه تیمور دانشگاه کشاورزی را گذاشتند. در ناحیه رشت یک جماعت دهات که زادگاه نصرت الله معصوم در حدود آن جای گرفته است، نام این فرزند برومند ملت را گرفت. معلم پیر از نو سکوت می ورزد. این دفعه سکوتش طول می کشید. رویمالچه اش را از دست می گیرد و اشک چشمانش را پاک می کند. پیاله چای را با دست لرزان به لبانش می رساند. اهل مجلس به حرکت دست لرزان پیر با دلسوزی می نگرند، به او خلل نمی رسانند. سکوت سنگین بار می اندازد به محفل اشان و سرفه نابهنگام پنجه به گلوی مرد پیر می زند. نفر پیاله چای گرم را جانب وی دراز می کند. آموزگار پیر چند قلت چای گرم می نوشد و با منتداری طرف آن مرد می نگرد. سالهای 2010 2020. шунавандаҳои гиромӣ, шумо рамани кайфари диловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. бовар аст ки баъди шунидани рамани кайфар фикру мулоҳизаи худро барои рангу ранг шудани барномаҳои радио ба мо менависед. آن ملت همواره گمراه، مظلوم و بدبخت خواهد ماند که اگر فرزندان بیدار و ناموسمند ندارد. درباره سرنوشت و آینده او به اندیشه روند، او را راه نجات نشان دهند و در این راه مقدس هر کار نیکی که از دستشان بیاید دریغ ندارد. بجز مهری وطن عشقی دیگر نیست، با فرزندانی با عزم و وفادار. چو مرد به کفن میرد غم نیست، خدا از به وطن بودن نگهدار. چو مرد به کفن میرد غم نیست، خدا از به وطن بودن نگهدار. برخیز به سر کن هموطن تاجیکیان را، برخیز دفاع کن این خاک و زمین را. بعد از 1000 سال سجده نمودی، داد از خداوند برات تاج و توان را. بعد از 1000 سال سجده نمودی، داد از خداوند برات تاج و توان را.
وطن نیست. درقی من درقی مهنتی من، اگر پاداشوی آمم وطن نیست. درقی من درقی مهنتی من، اگر پاداشوی آمم وطن نیست. برخیز بسر کن هموطن تاجیکیان را، برخیز دفاع کن این خاک و زمین را. بعد از 1000 سال سجده نمودی، داد از خداوند برات تاج و توان را. بعد از 1000 سال سجده نمودی، داد از خداوند برات تاج و توان را. بعد از 1000 سال سجده نمودی، داد از خداوند برات تاج و توان را. بعد از 1000 سال سجده نمودی، داد از خداوند